جلسه اول از طرحواره درمانی. ببینیم طرحواره درمانی چیه؟ چه تعریفی داره؟ چه کاربردی برای والدین داره؟ چه کاربردی برای درمانگران داره؟ اصلا میخوایم چیکار بکنیم؟ چی میخوایم حل کنیم؟ چه فایده هایی برای ما داره؟ پس اول ببینیم طرحواره یعنی چی؟ ببین طرحواره و تله ها یه سری الگوهای ناسالمی توی ذهن ما هستن که روی روابطمون تاثیر میذاره، روی تصمیماتمون تاثیر میذاره، روی هیجاناتمون تاثیر میذاره و روی کلا تمام روابط ما با آدم‌ها و ازدواجمون تاثیر گذاره. پس طرحواره درمانی یعنی ما میخوایم این الگوهای ناسازگار رو پیدا بکنیم و تبدیلش کنیم به الگوهای سازگار. جلوتر تمام این الگوها رو من آموزش میدم. مثلا یه مثال کوچیک بزنم. کسی که تو رابطش تماما ترس اینو داره که نکنه من همسرم از دست بدم، نکنه پارتنرم به من خیانت کنه، اینها تماما به خاطر تله رها شدگیه. یعنی من احساس میکنم که قرار رها بشم. حالا ما بریم ببینیم که اصلا ایده اصلی این رویکرد و نظریه چه؟ اولا که جفری یانگ مطرحش کرده تو دهه 90 و گفته ترکیبی از درمان شناختی رفتاری همون CBT، DBT همون رفتار درمانی دیالکتیکی، گشتالت درمانی و نظریه دلبستگی هست و یه ترکیب جامعی هم هستش. یعنی تمام نواقص اونها رو میتونه پوشش بده چون ترکیبی هستش. و ایدهش اینه که تمام مسائل و مشکلات ما همون جمله معروف همیشگی ریشش تو کودکیمونه، ریشش تو تجارب اولیه زندگیمون هستش. پس ما باید اون تجارب رو پیدا کنیم و اگر که اینها اون تجارب باعث شکلگیری تله‌های ناسازگار شده اینها رو شناسایی کنیم و بتونیم جلوش رو بگیریم که به نسل بعدی ادامه پیدا نکنه. من مادر وقتی یه تله‌ای دارم اونو به بچه‌م انتقال میدم، بچه‌م به بچه‌ش انتقال میده. پس ما یه جایی اینو استاپش بکنیم و درستش بکنیم که این انتقاله رخ نده. طرحواره درمانی یعنی انگار یه عینکی ما رو چشممون داریم که باهاش دنیا رو نگاه میکنیم. اگه این عینک تیره بشه زندگیمون ما خراب میکنیم. یعنی در قبال اون ما داریم زندگیمون هم تیره نگاه میکنیم. چرا طرحواره درمانی مهمه؟ چون بیشتر مشکلات ما ریشش تو کودکیمونه. چون یه رویکرد جامعیه. چون میتونه با مشکلات سخت دست و پنجه نرم کنه و با اونها کنار بیاد و اونها رو درمان بکنه. و مثل رویکردهای دیگه نیستش که خیلی ساده نگاه بکنه، یا حالا نمیگم ساده نگاه بکنه، به علائم و نشونه ها فقط توجه بکنه، ریشه ها و عمق ماجرا رو هم در نظر میگیره. ببینیم چه فوایدی داره برای والدین این طرحواره درمانی، چه کمکی به والدین میکنه. اول از همه خودشناسی. من میفهمم که تو این موقعیت فلان تله من فعال شده و واسه همینه حال من بده، واسه همینه نمیتونم تصمیم بگیرم، واسه همینه هیجاناتم به هم ریخته است، واسه همینه که تو روابطم به مشکل خوردم، چون این تله من فعاله. واسه همینه سر بچم داد میزنم، واسه همینه مقایسش میکنم، چون خودم تله های درمان نشده ناسازگار دارم، الان حالم بده. خب وقتی که میفهمم که آها این فلان تله منه، آگاهترم، جلوشو میگیرم. نکته دوم، کمک میکنه من فرزندم رو بشناسم. میفهمم آهان الان مثلا تله رها شدگیش عد کرده، واسه همینه میترسه تنها تو اتاقش بمونه. تله رها شدگی داره، درکش میکنم، فکر نمیکنم داره با من لج میکنه و باعث میشه که ارتباط سالمی با بچه خودم داشته باشم. قطعا اگر من تله هام رو بشناسم، اگه تله هامو به فرزندم انتقال ندم، یه نسلی سالم رو پیش رو خواهیم داشت. پس جلوی یک نسلی که پر از تله هست، تله همون طرحواره هست رو میگیریم و والدین با طرحواره درمانی یاد میگیرن که کودک زخمی درونشون رو التیام ببخشن، درمانش کنن، حالش رو خوب کنن، جلوش رو بگیرن که این به بچه هاشون انتقال پیدا بکنه، واکنش شدید نشون نمیدن،
آرومترن، متعادلترن. پس این فوایدی بود که ما میگیم که یه والد میتونه از طرحواره درمانی عایدش بشه. ببینیم به چه درد درمانگرا میخوره. مهمتر از همه ریشه مشکلات رو میتونی پیدا کنی. ببین رویکردی مثل شناختی رفتاری یا CBT میاد به نشونه ها و علائم توجه میکنه، مثلا اضطراب، افسردگی. ریشه کجاست؟ طرحواره درمانی میاد اساسی از ریشه مشکل رو پیدا میکنه، مشکل رو تشخیص میده و درمان میکنه. اختلالات مزمن و اختلالات شخصیتی رو میتونیم باهاش درمان بکنیم. پس یه رویکرد اساسیه. ابزار مختلف داره، از گفتگوی درونی و ذهنی گرفته تا تصویرسازی، تا مداخله هیجانی، تا صندلی خالی و تمام تکنیک ها رو در بر میگیره و شما دستت بازه. و نکته بعدی تقویت رابطه درمانی. توی طرحواره درمانی یه درمانگر میره والد امن مراجعش میشه. پس این ارتباطه خیلی مهمه و این ارتباطه رو قوی میکنه. پس این مداخله رو روابط هم تاثیر میذاره و کاربرد گسترده‌ای داره. ما در نوجوانی میتونیم استفاده کنیم، تو فرزندپروری میتونیم استفاده کنیم، تو زوج درمانی میتونیم استفاده کنیم، تو مشاور خانواده میتونیم استفاده بکنیم. پس میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم. طرحواره یه رویکردیه برای تغییر ریشه‌های عمیق و سخت الگوهای فکری ناسازگار من. کمکش برای والدین اینه که خودشونو میشناسن، بچه‌شونو میشناسن و جلوگیری میکنن اینکه این تله‌ها و طرحواره ناسازگار تو نسل بعدی ادامه پیدا کنه. چه کمکی به درمانگر میکنه؟ آقا تو میتونی مشکلات زیادی رو حل کنی، ریشه‌ای حل کنی، ریشه‌ای درمان بکنی، اختلالات مزمن رو حل بکنی. و در نهایت طرحواره درمانی یعنی کشف کودک زخمی درونمون و التیام دادن به اون و پیدا کردن ریشه‌های عمیق و التیام دادن به اون. حالا توی جلسات بعدی من میام دونه دونه تله ها رو میگم، نیازها رو میگم، دونه دونه مثال میزنم که با امید خدا بتونیم واقعا هم درمان داشته باشیم، هم والدین بتونن استفاده کنن، هم درمانگرها بتونن از این دوره استفاده بکنن و خود من هم وقتی که این صحبت ها رو میکنم، وقتی که از تله ها و طرحواره ها صحبت میکنم، برای خود من هم یه یادآوری هستش به التیام خودمم عذرخواهی میکنم کمک میکنه.